یک بار برای همیشه کال آف بهتری یا پابجی. درود به داداشه گلم، حالتون چطوره بچه‌ها؟ من محمد هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو دیگه. بچه‌ها امروز قرار بپردازیم ببینیم کال آف دیوتی موبایل بهتره یا پابجی موبایل. که بچه‌ها واقعا خودم میخوام بی‌طرفانه جواب بدم. من خودم کال آف پلیرم ولی میخوام بی‌طرفانه جواب بدم. اولین چیزی که بچه‌ها قرار بهش بپردازیم انیمیشن ورود به بتله. خب که بچه‌ها همونطور که می‌بینید واقعا برای کال آف ستیچ میزنه و بی‌نظیره دیگه. دومین چیزی که بچه‌ها قرارش بپردازیم فرود اومدن دیگه از هواپیما. می‌بینیم برای کال آف یه جورایی جوتا شما نمایش میذاره، خیلی جنجالی و خیلی عالی. خب اینجوری هم میاد پایین و یه چیز خیلی عادی و نرمال. برای پابجی بچه‌ها یه چیز واقعا غیر منطقیه. چرا؟ ببینید بچه‌ها، یک لحاظ گرافیکی که صفره. خب این از این. خب دومینش هم اینه که بچه‌ها ببینید وقتی که مثلا میاد پایین یه ذره مثلا برای کال آف مکس میکنه و اونجا درسته همونطور که دارین مقایسهش میبینید برای کال آف مثلا با منطقی جور در میاد. پس ما میگیم که اینجا هم کال آف نمرش کنیم. بعد بچه‌ها بخش بعدی اینه مثلا با تفنگ به آب تیر میزنیم. این واقعیت آب دیگه. ببینیم مثلا داخل آب چقدر واقعیت به ما میده کال آف دیوتی موبایل. کال آف بچه‌ها یه ذره منطقیشو برده بالا. خب ولی برای پابجی همونطور که داریم میبینید یه ذره واقعا گرافیکی بهتره. خب بعد بچه دقت بکنید، خب کرکتر بازی وقتی میره داخل آب، خب داخل پابجی یه ذره به درد نخوره دیگه. خب ولی داخل کالاف واقعا خوب بود. بعدی بچه ها شیشه هاستی داخل کالاف منطقیه دیگه. تیر میزنه همون لحظه خورد میشه و مثلا اونجوری نیست که بگیم که غیر منطقیه. برای پابجی هم بچه ها همونطور که دارید میبینید خیلی خیلی منطقیه. خب ولی از لحاظ گرافیکی به نظر من به شخص بهتر از کالافه. ببینید تیکای خورد شده شو یه ذره جور در میاد با منطقیت دیگه. من اینجا امتیازشو واقعا میدم به پابجی موبایل. بعدی بچه‌ها در داخل بازی، درای داخل پابجی یا کالاف خیلی چیز مهمی داریم بهش میپردازیم بچه‌ها، ولی میخوایم اساسی بپردازیم به اینم میپردازیم دیگه بچه‌ها. همونطور که میبینید یه چیز خیلی خیلی منطقیه دیگه داخل کالاف. خب با چند تا تیر سوراخ میشه درمون. خب ولی بچه داخل پابجی تیک چوبایی که ازش در میاد که با گرافیک تره. بعد اون دیدره بغلش هم نگاه کنیم بچه یه تیکه میمونه. این خیلی دیگه منطقیش کرده و با گرافیک ترش و اینجا میدیم به پابجی. بخش بعدی بچه همونو که دارید میبینید ریلود گان و تیر زدن گانه برای انواع اقسام دسته گان ها. خب بچه ببینید بخوایم بی‌طرفانه بگیم، خب پابجی گرافیکی خوب کار نکرده و ببینیم به کالاف. خب بعدی بچه بخش منطقی بودن بازی از لحاظ لاستیک و ماشین هاست. داخل کالاف وقتی به لاستیک بچه‌ها تیر میزنن خیلی برای خودم جالب بود بچه‌ها. وقتی به لاستیک داخل کالاف تیر میزنن چی نمیشه، ولی داخل پابجی بچه‌ها ناکن تیر میزنین لاستیکا پنچر میشن. خیلی منطقی درست کرده اینجا شو و واقعا صد هیچ میزنه اینجا کالافو و اگه کالاف این اضافه کنه خیلی خوب میشه. بعدی هم بچه تیر زدن ماشین میبینید مثلا دود میکنه ماشین، چجوری دود میکنه، مراحلش چجوری آتیش میگیره، چجوری میمونه، زغاله میشه دیگه، زغال خالص. ولی برای پابجی بچه یه خوبی که داره ماشین یه ذره دمیج میشه آتیش میگیره، بعدش شروع میکنه نسبتا آتیشش بیشتر و بیشتر شدن بعد میترکه. خب اینجوری نیست که مثلا درجا سریع هم بترکه. بعد بچه داخل ماشین هم که میبینید داخل کالاف خیلی خیلی خفن ساخته دیگه. همه جاشو، کیلومترشو، فرمونشو، دندشو خیلی خوب ساخته. خب و بی‌طرفانه بخوایم بگیم ایزی واقعا اینجا نمره فکر کنم بتونه بگیره. برای کالاف واقعا خوب بود ولی برای پابجی باید چانا کن یه جوری هستن و داخل ماشین پنکه انگار گذاشته. ولی واقعا اینجا هم باید امتیازشو بدیم به بچه ها به کالاف و جدا بی‌طرفانه نمیم جواب میدیم. بچه هر کی هم بود اینو میگفتش. این بخش بچه کالاف بگیره امتیازشو. و خیلی خیلی هم داخل پابجی بچه ماشین روندن به نظر من خوب نیستش. لازم منطقی بودم. بعدی بچه بخش نید و دودزاری رو داستان که بچه بهش میپردازیم دیگه. نید داخل کالاف این شکلیه بچه.
الان به هوا هم میندازم ببینید دیگه بچه ها چه شکلی میشه. ببینید خیلی منطقی، خوشرنگ و لعاب و واقعا خوبه دیگه. ولی بچه ها برای پابجی چه دروغ بگم خیلی غیر طبیعی ساختنش. وقتی واقعا بریم فیلم واقعی نید انداختن میبینید اصلا رنگش اینجوری نیست بچه ها. اسموک هم بچه ها میبینید که داخل کالاف اینجا واقعا اسموکو بچه ها یه جورایی غیر طبیعی ساخته کالاف. و من اینجا بچه ها نمیگم دیگه خودتون نها کنید دیگه. اسموک فری داخل پابجی هم اون تایمرش منطقیه، چون واقعا دودزا اینجوری همون شروع گازه یه جوری منطقیه. ببینیم میرین داخلش دودزا خیلی خوب داره خودشو به نمایش میذاره. پس این بخش بچه ها ما دودزاشو میدیم به پابجی، نیدشو میدیم به کالاف. اینجوری هم در حق هیچ کدومشون ظلم نمیکنیم. بخش بعدی بچه ها فرود اومدن از ارتفاع بالاست. داخل کالاف میبینی خیلی ساده بال بازی کنه، ولی بچه ها داخل پابجی کرکتر ماشاءالله عقاب میشه. خیلی عجیب غریب بود برای من. 100% اینجا کالاف امتیاز میگیره. بعدی بچه ها بخش آرمور زدنه. آرمور بچه ها داخل کالاف این شکلیه. آرمور ولی داخل پابجی این شکلیه بچه ها. معلومه بخواهش چی میزنه، دست مش میزنه به قلبش. خیلی عجیب غریبه دیگه. اینجا من خود واقعا هیچی نمیگم، خودتون دیگه متوجه باید بشین. بعدی بچه ها شنا کردن بچه ها داخل کالاف واقعا اکتیویژن روش بچه خیلی قشنگ کار کرده. من اینجا واقعا ناکنیم بچه ها کرکتر دستش رو تکون میده، اینجا آب تکون میخوره. و داخل پابجی هم بچه ها اینجوریه ولی ناکنید دیگه بچه ها میره داخل آب معلوم نیست بقیه چیز کجا میره دیگه، میره شیاف میشه داخل کرکتر. خیلی عجیب غریب بود اینجا دیگه بچه‌ها. واقعا اینجا هم طبیعی بود هم با گرافیک بودن میرسه به اکتیویژن و کال آف دیوتی موبایل. خیلی خوب ساخته. و بچه‌ها اینم بود از این ویدیو دیگه. عشق من بچه‌ها مقایسه اساسی بود دیگه. عشق این بچه‌ها میبوسم تو اون فعلا پیکس اوت.